دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان قلب، ما دیگه امروز به طرف مزار شریف روان هستیم به خاطر کار بنیاد خیری باران رحمت البسه و قرطاسه و یا به خاطر یک مکتب میبریم. شما دیگه به دعایتان ما رو فراموش نکنید. بسیار راههای خراب با فرقی که گرفتیم وضعیت بسیار خراب است. دیگه ما کوشش میکنیم که به ساحات دوردست افغانستان بریم، قرا و قصبات و اوج مردم کمک کنیم. دیگه تشکر از کسایی کمک میکنن. ما انشاءالله کمک های شما رو به مستحق‌ترین کسا میرسانیم. یک مکتب در نظر گرفتیم، بر اوج مردم بسیار بی بضاعت هستن، قرطاسیه و البسه و یا ندارن، بر زنا میبریم. به قرآن های رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و قدر خراب شده، بسیار زیاد. دو دفعه جغل اندازی جارو کرده بودن، زمستان سرزی تیر شده، به نهایت دیگه راه خراب شده و سالنگار طاقت فرساس. خدا کنه که خیر برسیم و دولت توجه کنه دیگه جا را سرش کار شروع کنه. میگفتن فساد است، چی است چندین شورا، چندین ولایت شورای جمعی است. این تو ببینید که وضعیت بسیار خراب است. الله رحم کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. الله اکبر، 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 الله اکبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله. یا الله، 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 یا فعلا پایان سالن رسیم و بسیار یک رابندی قرار است. قرار سالن خدا کنه انشاءالله خدا و خیر باشه. پایان سالن همکارا کلشون به موقع رسیم. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من.
بیفشان قطره اشکه که من هستم خریدارش. بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را. بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن. غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. بخیر دروازه شهر سمنگان مرکزش ایبکه رسیدیم دیگه باش که برادران. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان. بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت. تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من. به مادر الحمدلله ما فعلا موقعیت ما یک منطقه است به نام کوتل رباطک که نزدیک شهر یا ولایت سمنگان است. از اینجا انشاءالله عبور میکنیم. راه های پرخم و پیچ الحمدلله سپری کردیم. هوا نهایتا گرم است. طرف مزار میکنیم که درجه حرارت است نسبت به انشاءالله که به سمنگان میرسیم. بعد از او سفر ما به طرف مزار ادامه داره. امید که شما عزیزان ما را از دعاتان فراموش نکنید و این کلیپا را به خاطر ازی براتون نشان میدیم که شما مطمئن باشین کمکایی که به بنیاد خیری باران رحمت میکنیم و مستحق‌ترین کسا در نظر گرفته میشن و ما کوشش میکنیم بر کسای کمک برسانیم که یک بخش تعلیمی باشه و بتانیم سر اولاد وطن یک سرمایه گذاری شود. از این خاطر ما پرداسیه و البسی مکتب در نظر گرفتیم. فردا پلان است که به شهر یا ولسوالی دیدادی ولایت مزار شریف ببریم. انشاءالله از هر قدم بر شما گزارش تعیین میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را. بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان گران قدر، ما فعلا رسیدیم به طرف تاج قرغان. این تنگی به نام تنگی تاج قرغان مشهور است و از اینجا دیگه انشاءالله که یک 70 یا 75 کیلومتر دیگه مانده به طرف شهر مزار شریف. دیگه ساعت هم 6 بعد از ظهر، تقریبا یک ساعت مانده بر نماز شام. دیگه ما به طرف مزار روان هستیم و فعلا به تنگی تاج قرغان رسیدیم. یک چیزی که درباره تنگی تاج قرغان پیشتر که برین، بسیار انجیر مزه‌دار داره، بسیار
از ولسوالی خالم انجیر بسیار مزه‌دار داره. انشالله انجیر گرفته و او طرف اگر تصویر نشان بدی او طرف که برین به اون قسمت یک چشمه است به نام چشمه شفا. پیش که برین از اینجا دور بفرین به نام چشمه شفا است. انشالله اونجا باز میریم یک گزارش از اونجا تهیه میکنیم. اکثر مردم از اینجا انجیر میگیرن و از انجیر خالم یا تاج قرغان میرن به طرف امو چشمه شفا و اوجا آبشان قدر شفاف است. بر شما انشاءالله گزارش از اونجا تهیه میکنیم که موسنگای دریا معلوم میشه. اوجا یک تفریح میکنن امرای فامیلا دیگه. قدم به قدم ما رو ترتیب کنیم انشاءالله گزارش های کوتاه رو بر شما به خدمتتان به نشر میرسیم. بخوانین آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت. تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من. به مادر دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله. عزیزان قن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لله الحمد ما به مکتب حضرت عمر فاروق رضی الله عنه رسیدیم و تیم ما کار میکنه که بخیر قرطاسیه و البسه و یاره ترتیب دیدیم برای شاگردا تقسیم میکنیم انشالله. ما برادر بزرگوار خود که مسئولیت این مکتب دارن سرولیم صاحب هستن همراه خود داریم دیگه. انشالله امروز صحبت میکنیم ببینیم که درباره مکتب چی مشکلات های دیگه دارن. فعلا من همقدر که تا جایی که از پیشون معلومات گرفتم این سولار هاب خراب است. از استاد میشنویم. پیش از اینکه تعمیر ساخته شد دفتر یونیسیا 6 تخته سولار همینجا کار میکردن. امروز آبش هم میکشیدن چیز میکردن بالاخره باز 6 تخته سولار آبشون گرفته بودن. ما تعمیر برای ما بتین هم توسط این ماهیچه ما هم ضروریاتی که بخچه مکتب است آبیاری کنیم توسط این نام میتونستیم آبیاری کنیم. اما و طرز العمل از دیار بودن که همون شرکت قراردادی امروز سولار چیزشان همون تجهیزاتشان گرفته بردن به خاطر سرسبزی و می کار میده. به خاطر سرسبزی استاد محترم ببخشید گپ قطع نکنم که فقط 6 تخت سولار ضرورت است. 6 تخت و دیگه چی ضرورت است؟ دیگه یک ذخیره که به حساب ذخیره آب باید باشه که تقریبا 20000 اونجا یک چیز معلوم میشه که ما در بالا باشیم توسط از این میتونیم بخشه و آبیاری و سرسبزی مکتب وجود کنیم. دیگه هم صنفای ما به نام چسپک میگیم توسط آب شستشو میشه. پاسک ما حال فعلا آب نداریم اما شستشوش هم بسیار مشکل است. ما توسط یک ملازم داریم توسط یک ملازم آب هم پمپ میکنیم خودیم ما پمپ میکنیم. یعنی اگر 6 تخته سولار همراه ذخیره آب و آبوزکشون جور است. آبوزکش هم شاید جور باشه به خاطر کمیال جور باشه جور باشه جور هم معلومات نیست. آماده شد ان شاء الله مشکلات دیگه حل میشه. سرسبز ان شاء الله. عزیزان قند خصوصا رهبری باران رحمت ان شاء الله که تدبیر میگیره در این عرصه توجه اجازه میخوایم. اگر امکانات باشه که امی مسئله سولار و مسئله آبوزک مشکلات بله یا مرفوع شود ان شاء الله که می سرسبزی مکتب در نظر گرفته شود. ما شما جدا تقاضا میکنم که این عرصه توجه کنین تا ما بتونیم یک فضای سرسبز برای شاگردا مهیا بسازیم. و همون قسمی که استاد گفتن که صنفا توسط زمینی ها پاکاری میشه و یک صفاکار از رسیدگی کردن نمیتونن. اگر ما ذخیره ها جور کنیم و سولار جور کنیم و پمپ هوا جور کنیم ان شاء الله چا زدگی است مشکلات مرفوع میشه. تقاضای من است که شما سهم بیرین در این کمک خیریه تا از طریق باران رحمتی را بازسازی کنیم ان شاء الله.
به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان. بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت. تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من. به مادر دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. زهرای فقیر محمد دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من. به مادر دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من. مروه مولدی زکی باز محمد زکی باز محمد زکی باز محمد بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش. بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم مانی. طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را. بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن. غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله. آیشا یسرا یسرا به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان. بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت. تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن
مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من الله اکبر 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 لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله یا 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 دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من به من گو حاجت خود را اجابت می کنم آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من الله اکبر 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 الله اکبر
خوب هستی؟ خوش هستی که برای ترپاسیه که یونیفرم داده شد؟ خوش هستی؟ برو بخیر. هدیه ایلال محمد هدیه دیگه استاچو خوش هستی که برای ترپاسیه داده شده؟ خوش هستی که برای ترپاسیه داده شده؟ خوش هستی؟ بریم کردنش با من به مادر دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من به من گو حاجت خود را اجابت میکنم مانی طلب کن. سلام علیکم خوب هستی؟ نامک که چیز؟ شمایل جان خوش هستی که برای ترپاسیه و یونیفرم برای دست بنیاد خیری باران رحمت داده شده تشکری میکنی از بنیاد خیری باران رحمت؟ جان؟ رحمت کن غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من به مادر دل سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب هستین انشالله؟ ما از طریق بنیاد خیری باران رحمت امروز به شما آمده بودیم دیگه فکر کنم که اکثریتتان حالا و ترپاسی مکتب به دست آوردید انشالله خوش هستین؟ بله و از بنیاد خیری باران رحمت تشکر میکنید؟ خارقای عزیز پیام باران رحمت بر شما است که شما علم بیاموزید درست است؟ یک مقوله ما شما داریم در عربی چی میگن؟ میگه الام المدرستون میگه مادرها که است چی است؟ مکتب است برای اولاد اگر مادرها یا خواهرکای ما علم بیاموزن در آینده ها اینا میتونن که اولادای خوب با تحصیل دکتر، انجینر، سرکساز، مکتب ساز بر جامعه تقدیم کنن اما شما کل ما ضرورت داریم که خوب دکترهای لایق از شما داشته باشیم کسایی که میخواهید در آینده دکتر شما دست قبلن کنن ماشا
و کسی که میخواه معلم شود صدا بلند کنم؟ یک نفر. تو چرا میخوای معلم شوی؟ تو چرا میخوای معلم شوی؟ مکتب در مکتب پر معلم کم است. خاطر که معلومشان کم است خاطر از معلوم شد که در آینده ناموده خود ما خیلی دوستان عزیز ما این منطقه را که ارزیابی کردیم در اینجا فکر کنم که استادات تعدادشان کم است از این خاطر بارک ما شاکی شده که دارنده این مظهر خدمت در جامعه آفرین ماشاءالله. اگر شما تعهد میسپارید که بخیر درس بخوانید؟ بله ماشاءالله. شما در مکتب دیگه چی مشکلات دارید؟ یک نفر به نمایندگی از یک نفرتان کی صحبت میکنن؟ تو صحبت میکنی؟ استاد شاه داریم. اسم چی است؟ ملکه ماشاءالله. در مکتبتان چی مشکلات دارید؟ کمبود استاد دارم کتاب نداریم. کمبود استاد و کتاب ندارید. دیگه مسئله آب آشامیدنی یا چی مشکلات دارید؟ دیگه کی میخواد صحبت کنن؟ اسم چی است مادر جان؟ سمیرا نظری هستم. سمیرا نظری. متعلم صنف چند هستی؟ بسیار خوب. در مکتبتان چی مشکلات مواجه هستید؟ چیز کمبود آب هستم. دیگه سولر و چیز نداریم. گرم هست سنفر ما. بله بسیار خوب. بفرمایید مادر جان. کی میخواد که در مکتبتان سامانهای بازی به خاطر شما جور شده وقت تفریح؟ دست بلند کنه کسی میخواد. به خاطر سپورت به خاطر سپورت و به خاطر سایه سرسبزی کی میخواد جور شود؟ دیگه کسی که نمیخواد استاشون پایین است. کلنگی میخواد. بسیار زیاد تشکر. من انشاءالله بر شما از طریق رهبریت بنیاد خیری باران رحمت وعده میکنم که بر شما در مکتبتان انشاءالله سایه سرسبزی جور میکنیم و کوشش میکنیم که اولا مسئله آبتان آب آشامیدنی مسئلهش حل شود تا که خود مکتب فضایش حال که من دیدم بسیار اولیتان خاک پر است این سرسبز شود و در آینده ها ما بتونیم اینجا وسایل سپورت بر شما و وسایل در وقت تفریح از استفاده کنیم انشاءالله مهیا بسازیم. دیگر جهان سپاس از شما وقت تا نمیگیریم. شما توجه به علمتان داشته باشین و که انشاءالله در آینده کلتان در جامعه ستاره های درخشان شوین. درست است؟ دیگه چیز گفتنی نداشتین؟ خداحافظتان. الله حافظ. الرحمن الرحیم. اجازه همه‌تان در قدم اول خود تشکری خاص از این بزرگایی که اینجا تشریف آوردن زحمت کشیدن قلباً تشکر میکنیم واقعا خوش شدیم یعنی احساس خیلی خوشی میکنیم که همچو وطن دوستایی داریم که فی الحال هم بخاطر وطن خود آبادی وطن خود و بخاطر ملت خود تلاش میکنن زحمت میکشن واضحی رای خیلی فاصله اینجا آمدن این اطفال نازنین ما را تشویق کردن و یک چیزی هدیه برشان دادن واقعا ما خیلی خوش شدیم احساس خوشی میکنیم. این بزرگای ما که فی الحال اینجا سینا است و کسایی که در رأس هستند در خارج هستند از همهشان یک تشکری خاص میکنیم. خداوند لا یزال در دنیا و آخرت کامیابی نصیبتان بکنن و در مال و اولادتان برکت بندازن صحت کامل نصیب همه ما شما داشته باشن. دیگه ما به خوش شدیم و خوش میشیم که ما جوانایی داریم که احساس وطن خود دارن وطن خود درک میکنن اطفال نازنین و آینده وطن درک میکنن به خاطر آینده وطن تلاش میکنن. ما واقعا خوش شدیم واقعا سپاسگزاری میکنیم و امید داریم که این برنامه اخیرش نباشه بلکه همیشه چی در ولایت بلخ باشه چی در دیگر ولایت باشه عموما در با وطن ما و کشور ما همکار باشیم هم نظر باشیم چون وطن ما شما با همه ما شما میبینیم درک میکنیم که واقعا مشکلات به حد زیاد است. زمانی که خود ما معرف مسئولیت به ما سپرده شده به حد مشکلات میبینیم بعض وقت رنج میبینیم که چی وقت از این فرار بکنیم این قدر مشکلات است. دیگه امید داریم که شما باشین چی دیگه برنامه باشه با ما همکار باشین با معرف وطن خود همکار باشین که تا بتوانیم آینده خیلی خوبی امی اطفال نازنین داشته باشن و وطن خود از هم مشکلات بخیر دور داشته باشیم یک وطن آرام پیشرفته تمام‌تر داشته باشیم و از قلباً بازم اخیر از همه شما سپاسگزاری میکنیم. تشکر خیلی که زحمت کشیدین. امید داریم که بعد از این معامله ما باشین یک برنامه بود دیگه برنامه ها که ما واقعا در معرف و مشکلات داریم چه از لحاظ تعمیری مکتب از لحاظ آب و از لحاظ صنف از لحاظ کمبود معلمین است که ما نداریم از لحاظ
میز چوکیس کتاب است دیگه. یک چیز بگم اگر بگیم عموم معرف مشکلات زیاد داره تا که چقدر میتونین کمک بکنین یک خدمت بیشتر شما بکنم میتونین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جان الحمدلله اجرای قند ما از سالنگ و بسیار خوبی دیگه سپری شدیم. این طبیعت زیبا را بر شما به تصویر میکشیم. یا کلش از برف است. امروز دو طرف برف شده و دو طرف برف نشده و چطور شما یک آفتاب دیگر شده و غبار خود اینجا برف میکنه. اینجا فضا آفتابی سی طرف خشک است. سبحان الله تمامش حکمت‌های پروردگار و قدرت خلقت رب العالمین است. دیگه ما سفر خود اینجا انشاءالله با پایان رساندیم. امید که از کمک‌هایی که میکنیم فراموش نکنیم. الله نگهدار. سلام علیکم و رحمت الله.